خب حالا من میخوام براتون این کاتریج هم باز کنم از قسمت عقب که یه نیم دایره است. جلو دایره کامله. حالا برای بعضی از دوستان که نمیدونن، عقب یه نیم دایره. ابزار پرسو میذارم و یه فشار خیلی نرم که بهش وارد کنی این بول بیرینگ جدا میشه. بول بیرینگ جدا شد. همیشه یادتون باشه قسمت جلوی فرس که وارد میشه یه حالت برجسته‌ای داره که اینو داخل خود کاتریج جا میزنید. اینم در میاد از داخلش و میمونه شفت و بول بیرینگ. خود همین بول بیرینگ هم باز به همین شکل میذارین اینجا و پرس رو از این بالا فشار میدین بهش، شفتتون کامل در میاد و میتونین بول بیرینگتون رو عوض کنید. توی فیلم قبلی هم که گفتم